میخوام تحت تعقیب ترین آدم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رو بهتون معرفی کنم. ادوارد اسنودن. این آقا کارمند سازمان NCA یا آژانس امنیت ملی آمریکا بوده و برای شغلش به اطلاعات فوق محرمانه دسترسی داشته. اون توی این سازمان میفهمه خود NCA و CIA دارن روی مردم آمریکا جاسوسی میکنن، یعنی یه جورایی همه رو تحت نظر دارن. اسنودن پیش خودش میگه مگه قانون اساسی آمریکا این چیزا رو منع نکرده؟ پس چرا دارن این کار رو میکنن؟ اینجوری خودش رو راضی میکنه که این مسائل رو فاش کنه و واقعا هم فاش میکنه و مثل بمب توی دنیا میترکه. بعد از اینکه این اتفاق میفته، دولت آمریکا فوراً اسنودن رو به جرم خیانت میذاره تحت تعقیب. ولی اسنودن چون میدونست دستگیر میشه رفته بود هنگ کنگ که نتونن به راحتی بگیرنش. معلوم نیست چطوری، ولی اسنودن سر از مسکو در میاره و برای اولین بار بعد از تحت تعقیب قرار گرفتنش معلوم میشه که کجاست. روسیه هم با دولت آمریکا قرارداد استرداد مجرمین نداره، برای همین بهش پناهندگی میدن. از اون طرف هم وزارت خارجه آمریکا پاسپورت و تابعیت اسنودن رو باطل میکنه، یعنی اون میشه تقریبا بیکشور. 12 سال از این تاریخ گذشته و اون در دنیا تحت تعقیبه، اما معلوم نیست کجای روسیه داره زندگی میکنه. اسنودن فعلا یه آدم بحث برانگیزیه. درصد بالایی از آمریکایی‌ها اون رو قهرمان میدونن و خیلی‌ها هم اون رو خائن میدونن. خب بریم سراغ یه آمریکایی تحت تعقیب دیگه، تد کازینسکی، یک دانشجوی نابغه در دانشگاه هاروارد، اما گرفتار برنامه MK اولترا CIA میشه. حالا این آزمایش چیه؟ اونا با آزمایش هاشون و مواد مخدری که به تد کازینسکی میدن مغز این رو میپزن، به طوری که یه جورایی روانی میشه. هرچی هم سنش میره بالا بدتر میشه و همش میخواد از کسانی که این کارو باهاش کردن انتقام بگیره. وقتی به سنین بالاتر میرسه و تصمیم میگیره پروفسورها و استادها و مهندسای دانشگاه رو هدف بگیره. اونم با چی؟ با بمب‌هایی که خودش میسازه. اون با وسایل خیلی ابتدایی بمب میسازه. اونا رو بسته‌بندی میکنه، پست میکنه برای هر کسی که میخواست بکشه. طرف جعبه رو که باز میکرد و منفجر میشد و میمرد، تد کازینسکی انقدر دقیق کار میکرد که 10 سال بمب میسازه. خودش رو با نامه نیویورک تایمز مقایسه میکنه و شباهت خیلی زیادی میبینه و میگه بهتره که با FBI تماس بگیرم. زنگ میزنه میگه من حس میکنم یونی بامبر برادر منه. خلاصه FBI میرزه تو مخفیگاه تد و تو وسط جنگل هم تد رو دستگیر میکنه. همه مدارک رو پیدا میکنن. در نهایت برادرش بود که تد رو پیدا کرد، نه FBI توی این 20 سال تعقیب تد کازینسکی بیشتر از 50 میلیون دلار پول خرج کرده و عملا نتونستن هیچ کاری بکنن. یعنی میشه فهمید که کازینسکی به شدت باهوش بوده، اما متاسفانه هوشش به خاطر اون کارهایی که باهاش کردن میفته تو مسیر منفی. خب برای تحت تعقیب ترین آدم دیگه بریم آفریقا، اونم کشور اوگاندا. جوزف کانی که در سال 1987 یه ارتش در اوگاندا را انداخته به نام ارتش مقاومت پروردگار. از اسمی که گذاشته معلوم آدم میزونی نبوده. این آقا برای 30 سال تو اوگاندا جلوم میده. اونم ارتشش چیکار میکرده؟ کودک ربایی میکردن، یعنی پسر بچه‌های حتی 7-8 ساله رو میبردن و ازشون سرباز میساختن. میگن تو 30 سالی که این آقا قدرت دستشه بیشتر از 66,000 کودک رو بوده میشه. خلاصه بعد از 18 سال فعالیت این جوزف کانی تو سال 2005 که دیوان کیفری بین المللی آقا رو میذاره تحت تعقیب 5 میلیون دلار هم برای سرش جایزه تعیین میکنه، اما با این وجود هیچ اتفاقی نمیافته.
20 سال از این داستان گذشته و این آقا هنوز اونجا داره کودک ربایی میکنه و با همین سربازایی که درست کرده توی اوگاندا حکومت میکنه. جوزف کانی تحت تعقیب هست ولی هیچ کس نمیتونه بگیرتش. تحت تعقیب بعدی یه تروریسته که بهش میگن کارلوس شغال. اسم اصلیش ایلیچ رامیرز سانچزه که یک مارکسیست ونزوئلاییه. کارلوس شغال تحت تعقیب ترین تروریست دهه 70 و 80 میلادی بوده. اونایی که سنشون میرسه حتما این رو یادشونه. در سال 1975 کارلوس به دفتر مرکزی اوپک در وین حمله میکنه و وزرای نفتی رو همه رو گروگان میگیره. دو تا وزیر نفتی خیلی مهمه اون دوران هم جزء گروگان‌ها، جمشید آموزگار وزیر نفت ایران و احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان. بعد از این گروگانگیری کارلوس اعلام میکنه این دوتا وزیر باید اعدام بشن، یعنی آموزگار و زکی یمانی. بالاخره آخر کار اینجوری میشه که یه هواپیما در اختیار کارلوس میذارن که اون بتونه بره لیبی. ولی داستان‌های مختلف میگن دولت عربستان سعودی 20 میلیون دلار هم نقدش داده که کسی رو نکشه. این شروع عملیات کارلوس شغاله. بعد از این عملیات کارلوس میشه تحت تعقیب ترین تروریست دنیا. یعنی یه جورایی همه دولت‌های دنیا این رو میخوان به غیر از دولت‌های کمونیستی یا دولت‌هایی که با کمونیست‌ها رابطه خوبی دارن مثل لیبی. خلاص کارلوس هر موقع یه عملیات ناجوری انجام میده، مثلا بمبگذاری توی یه رستوران که همه نشستن دارن غذا میخورن، یا بمبگذاری در قطار فقط آدم‌های بیگناه رو به کشتن میده. اونم برای اینکه یه پیغام بفرسته. تو فرانسه هم خیلی فعالیت داره، یعنی کلی آدم بیگناه رو توی فرانسه کشته. اون مرتب تو کشورهای کمونیستی مختلف آزاد رفت و آمد میکرد، تجهیز میشه و میرفت تو کشورهای بلوک غرب خرابکاری ایجاد میکرد. یه روز تو آلمان شرقی بود، یه روز تو رومانی، یوگسلاوی، شوروی، کوبا، لیبی. البته لیبی کمونیستی نه. بعد از اینکه شوروی فرو پاشید و پشت سرش بلوک شرق تموم شد، کارلوس شغال دیگه تقریبا بی‌پناه شد. برای همین فقط 3 سال بعد، یعنی در 14 آگوست 1994، اون وقتی که در سودان داشت عملیات رو پیاده میکرد، توسط مأمورهای مخفی فرانسوی دستگیر میشه. برای اینکه ببرنش فرانسه بیهوشش میکنن، میذارنش تو گونی و فوراً با یه هواپیما پرواز میکنن به طرف پاریس و میبرنش توی دادگاه. بعد از چند جلسه محاکمه کارلوس به جرم حملات تروریستی و کشتن 12 نفر به حیث 3 حبس ابد میدن. خیلی آدم بیشتر کشته شده بود، ولی اونایی که تو جاهای عمومی بودن رو گردن نگرفت و نتونستن ثابت کنن. ولی همون 12 نفر کافی بود تا 3 حبس ابد بگیره. اون یکی از حبس ابدها رو تموم کرده و داره دومیش رو میگذرونه. فرقی هم نداره، اون تا ابد تو زندونه. الان 76 سالشه و هنوز تو زندان سامپی پاریسه.